بینندگان عزیز، یاران و همیاران پیک شادی، سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید به کامنت. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و امیدوارم این برنامه کامنت مورد توجهتون قرار بگیره. خب بابک، سوالی که الان مطرحه، یعنی میذاریم سوال اول و آخر کامنت این هفته، اینه که خامنه‌ای توی این شرایط با این عمق استراتژیک فرو ریخته، با این سوریه برباد رفته، هی دیگه به روی عثمان نیار دیگه، هی این روزا چی کار داره میکنه خامنه‌ای؟ بله، دو تا کار میکنه. یکی سیلی میزنه، یکی هم توی دل پر میکنه. یعنی دقیق ترش اینه که نمیذاره توی دل خالی بشه. خب سیلی رو به کی میزنه و توی دل کیا رو پر میکنه؟ بله، سیلی رو به خودش میزنه. اول بگم الان بری نزدیک بیت خامنه‌ای، یک بار صدای سیلی سنگین میشنوی، سیلی های جانانه. نزدیکتر بری خامنه‌ای هم بیل دستش اونجا قدم میزنه. سیلی رو به خودش میزنه، صورتش سرخ بمونه. دل بسیجی‌ها و اراذلوبالش رو پر میکنه. میگه هر کی هم توی دل اینا رو خالی کنه حساب کارش به اجایه گوشخواره. یه عده البته همتشون اینه که تو دل مردم خالی کنن. این نباید اتفاق بیفته. اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزنه که معناش خالی کردن تو دل مردم باشه، این جرمه، باید دنبال بشه. البته اینکه توی دل بسیجی‌ها و پاسدارا خالی شده رو عالم و آدم میدونن. اما سوالی که مطرحه اینه که خامنه‌ای چطوری میخواد این دلهای خالی شده رو پر کنه؟ خیلی راحت. یه نمونهش این سرکرده سپاه ضد سیدالشهداء تهران اومده گفته مراقب باشید، پیروزی را که به دست آورده‌ایم از دست ندهیم، در امتداد یک پیروزی هستیم. اینجوری. یاد همون جمله معروف ناپلئون افتادم که فرمانده لشکرش اومد گفت پیروز شدیم. ناپلئون گفت چند نفر کشته دادیم؟ گفت 60,000 نفر. ناپلئون گفت یکی دو بار دیگه اینجوری پیروز شیم کل ارتشمون نابوده. اینا هم یکی دو بار دیگه در امتداد پیروزی قرار بگیرن، هیچی ازشون نمیمونه. دو تا پیروزی دیگه اینجوری داشته باش. صبر داشته باش. از این پیروزی‌های ناپلئونی خیلی زیاد دارن اینا. یکی دیگه شون برگ جدید رو کرده، گفته اصلا سنگر سوریه پوسیده بود، اصلا به درد نمیخورد. یاد گربه افتادی دستش به چیز نمیرسه. سوریه رو گرفتیم، پس نشون میده ایران ضعیف شده. ما 100 پله رفتیم بالا، سوریه سنگر پوسیده بود. قدرت ایران کم نبود. حالا جایگزین او این دیوار پوسیده ردیخت، به جاش یک دیوار قدرتمند بتون‌آرمه‌ای درست خواهد شد. ای بابا، این همه پاسدار ترکید تو سوریه، این همه پول خرجش کردن، بعد سنگرش پوسیده بود، به درد نمیخورد. خب اینا نمیگن، این نمیگه. خب بسیجی‌ها میرن سرچ میزنن، این فیلم ها حرفای این پاسدارای ترکیده رو پیدا میکنن. خب بعد بدتر دلشون خالی میشه که. نه اینا رو نمیگن. علی گفتن اینا نیستن. آقا میفرماید آقای بشار اسد نیابتی داره میجنگه، از طرف ما میجنگه، برای ما میجنگه. زمین سوریه با شلمچه که شما کربلا 5 رو دیدید فرق نمیکنه، با مهران فرق نمیکنه، با دشت عباس فرق نمیکنه، با قصر شیرین فرق نمیکنه. حالا اینا رو ولش کن. از این حرفای اینا مسخره تر حرفای عباس شاورماست. که همون عباس شاورمای معروف، وزیر خارجه رژیم، که یه هفته قبل از کله پا شدن اسد رفته بود دمشق. حالا ببین این چی گفته. و دشمنان فکر نکنن که اگر صدماتی به محور مقاومت وارد میشه پیروزی اونهاست. نه، آغاز شکست بزرگتر اونهاست. این هم که داره کمپوز پیروزی در میکنه که. آره دیگه، من میگم اگه سنگر سوریه پوسیده بود، اگه اصلا به درد نمیخورد، خب چرا 30 میلیارد دلار خرج کردی نگرش داشتی این سنگر پوسیده رو؟ میذاشتی سریعتر بپوسه و بریزه که شما در امتداد پیروزی قرار بگیرید، مثل الان که الان در امتداد پیروزی هستید. ولی بابا، یعنی تو میگی این عباس عراقچی که اینجوری حرف میزنه، میگه پیروزی و آغاز پیروزی و ایناست،
توی دلش الان خالیه یا پره؟ توی دلش پره، نه به خاطر کار دیپلماسیه سوریه، به خاطر دیپلماسی رستورانی. چون این آدم هر جا میره قبل از اینکه بره بحث کنه و فحص کنه مثلا کار دیپلماتیک کنه اول میره رستوران. هر چین هم که رفته اول رفته رستوران. اول دمشق بود، بعد قاهره بود، الان چین. این اصلا میره سفر که میره رستوران. آره یعنی وزیر امور خارجه نیست، مستر تیستره. آره پول میگیره غذاها رو چک طعم میکنه. حالا بابک، این که خامنه ای هی میگه یه عده میخوان توی دل بسیجی‌ها رو خالی کنن، منظورش کیاست؟ توی نظام کیا توی دل بسیجی‌ها و پاسدارا رو خالی میکنن؟ سوال درست اینه که کیا الان توی دل بسیجی‌ها و پاسدارا رو خالی نمیکنن. انقدر دل خالی کن هست، بیا اینم یه نمونش. به هر حال به نظر من نظام خطای وحشتناکی کرده و باید از ملت عذرخواهی بکنه، ماسمالی هم نکنه. اصلا من اون با تعبیر آقا که میفرماد که ما مجبور شدیم از یک آدم چی دفاع بکنیم، هیچ مجبور نبود. هیچ مجبور. به چه دلیل ما مجبوریم از یک دیکتاتور سفاک که الان زندانهاش که داره پیدا میشه وحشتناکه ما باید دفاع میکردیم؟ این که انصافا دیگه توی دل خالی نکرد، اصلا دلو کامل برید انداخت جلوی گربه. یعنی بابک به نظر من وضع خرابتر از این حرفا. دقیقاً. یعنی الان مشکل خامنه ای این نیست که مهره های باند رقیب و اینها دارن توی دل خالی میکنن، الان داستان ریزش رسیده به خود باند خامنه ای. ببین این چی میگه. یه دم راه افتادن، دیدی حزب الله چی شد؟ غزه چی شد؟ حسن نصرالله چی شد؟ بشار اسد سقوط کرد، حالا نوبت یمنه، بعد عراق، بعدم میان در کنار مرزهای شما. اینا میگن که آقا میان سراغ ایران. این حرفای بی اساس چیه؟ بعضیا دارن میمیرن، تب و لرز کردن که کار. این که عضو سابق مجلسشون بود، ببین تازه رئیس مجلس فعلیشون پاسدار قالیباف زمینخوار چی میگه، اینو نگاه کن. بعضیا میگن ما میگفتیم سوریه رو از دست میدید، بعضیا میگن دیدید که سوریه رو از دست دادید. خب بعضیا میگن که خطر جنگ پیش گوش شماست، بیخ گوش شماست، جلو چش شماست و چه دشمنان بیرونیمون چه دشمنان داخلیمون. آقا ما نفهمیدیم بالاخره چیکار کنیم؟ بالاخره اون پیروزی رو باور کنیم، امتداد پیروزی. آره در امتداد پیروزی رو باور کنیم، یا حرفای این که میگه ضعف و سستی و بعد اون برگشت گفت تب و لرز و چیه داستان بالاخره؟ پاسدار از این سمت داره میره تو اون امتداد، قالیباف داره از اون سمت میاد، عکس هم صحبت میکنن. ببین آخه خامنه ای اون موقع که جیک جیک مستونش بود فکر زمستونش نبود. آخه بسیجی‌ها این حرفای خامنه ای یادشونه، نگاه کن. اینا رو یادشون میاد، اینا رو یادشون میاد، دلشون خالی میشه. شهدای دفاع از حرم اگر نبودند، ما باید حالا با عناصر فتنه‌گر خبیث دشمن اهل بیت و دشمن مردم شیعه باید در شهرهای ایران می جنگیدیم. ولی بابک، بینندگان عزیز، قبول دارید که وقتی که کار به اینجا میکشه، وقتی دیگه صحبت از ریزش تو باند خامنه ای میشه، دیگه این که بیای تهدید کنی که توی دل خالی نکنید اینا، این کار پیش نمیبره. الان خامنه ای باید یه فکر دیگه بکنه برای جواب دادن به همین نیروهای ریزشی تو باند خودش. هم فکر دیگه کرده. قبل از اینکه تو سوال کنی اون فکر رو کرده. این دفعه صحبت با همین عرض و لوباشو جمع کرده بود، یه برگ جدید رو کرد. نگاه کن.
تصور میکنند و به زبان میارند و شاید ترویج میکنند که با حوادث اخیر منطقه خونهایی که در راه دفاع از حرم ریخته شد هدر رفت. این خطای بزرگ، این اشتباه بزرگ رو اینا میکنن. چی شد؟ اشتباه میکنن؟ بله. خطای بزرگ میکنن؟ یعنی این خونها هدر نرفت؟ اگر هدر نرفت پس صرف چی شد؟ دیگه نه بشاری هست، نه عمود خیمه‌ای، نه عمق استراتژیکی، نه ترانزیت تهران سوریه لبنانی. خب پس این خونها صرف چی شد اگر هدر نرفت؟ اینجا من تو رو ارجاع میدم به تئوری مرده متحرک پاسدار قاآنی که میگه چشم بصیرت داشته باش، دقت کن. احتمال میبینیش. احتمالاً خامنه‌ای هم چشم بصیرت داشته، دقت کرده، اینا رو دیده. این حاج قاسم سلیمانی توی کوه‌ها و بیابان‌های این منطقه با اون شهامت حرکت نمی‌کرد و دنبال خودش نمی‌کشوند، امروز از این اعتاب مقدسه خبری نبود. اینو مطمئن باشید. نه فقط از زینبیه خبر نبود، از کربلا هم خبری نبود، از نجف هم خبری نبود. عجب مارموزیه. یه عمریه، چند دهه گفته اگه نریم تو سوریه بجنگیم باید بیایم تهران بجنگیم، تبریز بجنگیم، مشهد بجنگیم، شهرهای ایران. حالا که سوریه فرو ریخته، خب آدماش باید برن تو ایران بجنگن. اینا هم که اهل جنگ تو ایران نیستن، دلا خالی شده. زده به صحرای کربلا، یعنی دلای خالی رو برده صحرای کربلا. همون عراقی که تو سینی طلایی بهش تقدیم کردن که در کمال مفتخوری، بعدم یادش افتاده خاطر بازی با جوانای عراقی. حالا منم میخوام براش خاطر بازی کنم با اون جوانای عراقی. از همون اول یه جوانهایی، جمعی از جمع معدودی جوانها در نجف در مقابل نیروهای خارجی که حمله کرده بودن به عراق، به شهرهای عراق، به نجف، به کربلا، به کاظمین، بغداد، جای دیگه، در نجف یه عده‌ای در صحن مطهر امیرالمومنین سنگر گرفته بودن، بی‌پناه، نه سلاح درستی، نه حتی غذای درستی. اول سلیمانی وارد میدان شد. بله، پاسدار سلیمانی به اذن ولی فقیه عمودی وارد شد و به صورت افقی کاملا سرخ شده و کتلت خارج شد. اینم پیام جوانای عراقی به همون کتلت سلیمانی. خب میرسیم به کامنت یک جمله‌ای و این تصویر. به به، واقعا به به. ببین مهران، ما تو این برنامه کلی از خالی شدن توی دل جک و جونورای خامنه‌ای گفتیم، اما اونی که توی دل خود عظما رو خالی میکنه این برنامه همیاری و گلریزان هموطنانمونه که دمش همشون گرم که این یکی رو خامنه‌ای هیچ جوری نمیتونه نه دل خودش نه دل جک جونوراشو پر کنه. بله، پس به همه یاران و همیاران سیمای آزادی درود میفرستیم و برای همشون آرزوی موفقیت و پیروزی داریم. ما هم در شب همیاری، در شب‌های همیاری کنارتان خواهیم بود. زنده باد. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتون. شاد و